هایپر OS روی پوکو مگه میشه؟ شایدم بشه. درود دوستان گلم، چطوری؟ من بردیام از کانال یوتیوب درایزکس و تو این ویدیو قراره بهتون رام هایپر OS رو معرفی کنم که به تازگی واسه پوکو X3 پرو عرضه شده. واسه خیلی از دیوایس های دیگه هم، حالا مثل ردمی نوت 11، ردمی نوت 10 پرو یا مثلا شیائومی 11 تی پرو یا دیوایس هایی که کامیونیتی قوی تو حوزه نصب رام دارن، اینا 100% احتمال خیلی زیاد آپدیت واسهشون اومده و میتونید نصب کنید. اول ویدیو رو ببینید، نظری، انتقادی، فوشی چیزی هم داشتین قبلش هم لایک کنید ویدیو رو. اگه نظری، انتقادی، فوشی چیزی هم داشتین توی کامنت های توی یا به تلگرام هستم، بچه دیگه هم هستن که کمکتون میکنن. اگه سوال تخصصی، چیزی، اسکرین شاتی، فایلی یا سوال پیچیده‌ای داشتین، حتما توی گپ تلگرام بچه‌ها جواب میدن. توی یوتیوب حالا احتمال خیلی زیاد نتونم به همه جواب بدم، اونجا جای بهتری واسه پاسخ دادن. در آخر اگه با من ویدیو عمل میکنید، خوشحال میشم کانالمو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. بریم سر ویدیو. خب دوستان گلم، اولین موردی که توی رام هایپر OS نسبت به میو 14 تغییر کرده بخش کنترل سنتر هستش که جای آیکونا و یه بخش موزیک پلیر هم بهش اضافه شده. میر اسمارت هاب هم گنده تر شده اینجا و بین دکمه ها قرار گرفته. نحوه چیدمانشون هم که قبلا افقی بود که مثلا تغییر می‌کردید، اسواب می‌کردید بین گزینه ها، الان عمودی شده و گزینه ادیتش هم اومده این پایین که اگه روش بزنید میتونید آیکونایی که قابل اضافه کردن هست رو اینجا اضافه کنید و اینجا هم اوکی هم بزنید. گزینه تنظیمات هم اگه سیستم پلاگین رو قبلا نصب کرده باشید روی میو 14، گزینه تنظیمات توش وجود نداشت توی بخش کنترل سنتر، ولی خب اینجا توی نسخه اصلی وجود داره و میتونید راحت وارد تنظیماتتون بشید. احتمالاً بعضیاتون منتظر موزیک پلیرش بوده باشین که تست کنید اوکی است یا نه. من تست کردم قبلا، اوکیه. وقتی هم روش میزنید میتونید چنج کنید بین صداهای مختلف یا اینجا صداشو کم و زیاد کنید که به نظر خودم باحاله. اگر هم مثلا یه دیوایس یا آیپد چیزی بهش وصل کرده باشین، اینجا واسهتون میاد که بتونید سویچ کنید بین آیپد یا مثلا صدای خود گوشیتون. یه قابلیت جدیدی که توی رام هایپر OS بهش اضافه شده بخش والپیپرها و لاک اسکرین هستش که اگه من صفحه رو خاموش کنم توی حالت AUD همون Always on Display بریم، اینجا میتونید ببینید که ساعتمون رو میتونیم به فونت‌های مختلفی تشکیل بدیم و به شکل‌های مختلفی درش بیاریم. وقتی که دکمه پاور هم میزنید، دقیقاً مثل گوشی‌های آیفون اگر عکسی داشته باشید یا مثلا پس زمینه انتخاب کنید که من اینو مثلا بردارم، میبینید که اون ساعت پشت صفحتون در میاد، پشت اون کاراکتره در میاد و یه جورایی روش قرار میگیره. اگه من انگشتمو اینجا نگه دارم، یه جورایی میتونید برید توی تنظیمات لاک اسکرینتون و اینجا کاستومایزش کنید که مثلا والپیپرهای مختلفی اینجا تنظیم کنید. بعد اون دپس و عمقش هم تغییر بدید که مثلا عکس بیفته جلو یا بیفته پشت کاراکتری که توی تصویر هستش. من میام پایین، اینو کنسل میزنم، میام پایین تر. اینجا توی قسمت کلاسیک میتونید والپیپرهای مختلفی رو تنظیم کنید با فونت‌های مختلف که خودشون واسهشون قرار دادن. مثلا بخش رامبوز هم که خودش یه تمای مختلفی رو به ساعتتون میده بر اساس اون والپیپری که شما دارید و به نظر خودم خیلی جالب و خوشگل هستن. بخش لایف هم میتونید همین والپیپرهایی که کاراکتر توش داره و میخواید با متنتون کلا تغییر شکل بده رو انتخاب کنید. من اینجا اینو میزنم. فیلترش هم میتونید تغییر بدید که مثلا چجوری باشه، اینجوری شکل مختلفی هم داره. گفتم مات افکت هم که میتونید بزنید که ماتش کنه واسهتون. من دپس رو میزنم که بیاد جلوی کاراکتر. صفحه رو که خاموش کنیم میبینید که اون متنمون به این شکل در میاد که خیلی خوشگل و جذاب. جدا از اون توی بخش والپیپر هم بچه‌ها اگه برید میتونید ببینید که بخش سوپر والپیپر واسهتون فعال شده که من میتونم اینجا ست کنم و فعالش کنم. همشون هم میتونید دانلود کنید تو قسمت مور و اینجا یه تنوع زیادتری نسبت به میو 14 اینجا دارید توی بخش والپیپر که میتونید انتخاب کنید هر کدومی که دلتون خواست رو و فعالش کنید. توی ویدیوهای قدیمی تری هم که از رام هایپر OS عرضه شده بود، اپلیکیشن دوربین هم کلا تغییر پیدا کرده بود. یو آیش که اینجا فعلا من تغییری ندادم، ولی خب ظاهرا مثلا شکل و جایگیری آیکوناش تغییر پیدا کرده. رنگ و منگ و ایناش هم فکر کنم به رنگ قرمز در اومده که حالا توی نسخه بعدی ممکنه ببینید، ولی فعلا همون. یه چیز خیلی جالبی که بچه‌ها با هایپر OS اضافه شده قابلیت داینامیک آیلنده که توی دیوایس‌های آیفون و شرکت اپل هستش. اگه مثلا بیاید گوشیتون رو به شارژ بزنید، میتونید ببینید که اون بالای صفحه یه علامت شارژینگ واسهتون میاد که الان کویک شارژ زده، ولی خب در کنار اینم میتونید مثلا اگه حالت سکوت بذارید اون بالا بازم اون نشونگره میاد. یه بار دیگه اینو تست کنیم، روشن خاموش میشه. یا مثلا اینو فعال کنید ببینید که میره تو حالت DND که تماساتون و اینا رو کلا غیر فعال میکنه که واسهتون پیام و اینا نیاد که مزاحم کارتون بشه. حرکت جالبیه ولی خب
بگذاریم بچه آخرین چیزی که میخوام بهتون نشون بدم یه قابلیت جدیدی هستش که بازم تقلید از آیفون کرده ولی خب به نظرم لازم بود و خیلی هم باحال هستش. اینه که وقتی که شما یه عکس از خودتون میگیرید تو حالت سلفی یا هر چیزی، من الان 2 تا عکس اینجا دارم که یکی هم الان گرفتم، یکی هم قبلا از خودم گرفته بودم که بتونیم دوتاشو با هم دیگه تست کنیم. اینجا اگه بریم روی عکس بچه، اگه انگشتتون رو روی کاراکتر من مثلا صورت من نگه دارید میبینید که مثل گوشی‌های آیفون اونو از پس زمینش جدا میکنه و اگه روی شناخت انگشت بزنید چنج بک‌گراند رو که بزنید، حالا این نیاز داره که یه سری چیزا رو دانلود کنید ولی خب مشکلی نیست. من اینجا دوباره انگشتم رو روش نگه می‌دارم، یه کپی اینجا بزنیم یا سیو بزنیم، سیو رو که بزنیم برمیگردیم عقب می‌بینید که عکسمو از بک‌گراندم جدا کرده و خیلی راحت بدون اینکه مثلا بخواید اپلیکیشن جانبی رو اینجا داشته باشید اینو بزنید و کپیش کنید، هر جایی که دلتون خواست استفاده کنید، توی ادیتا توی هر موردی که دلتون میخواد ازش استفاده کنید. دوباره استفاده کنید گفتم. عجب. به بخش آخر برمیگردیم، جایی که من تست بنچمارک این دیوایس رو گرفتم. حالا پوکو X3 پرو هستش، اگه اولین بار این ویدیو رو میبینید من دیوایسم پوکو X3 پرو که این رام واسش زدم. و بچه‌ها یه چیزی هم که بهتون بگم، چون اندروید 14 هستش این رام، سی پی یو تراتلینگ تا اندروید 13 رو ساپورت میکنه، نتونستم تست تراتل و تست پایداری سی پی یو شو بگیرم ولی خب توی گیک بنچ ما تست گرفتیم. اینجا توی قسمت هیستوری من قبلا تستش رو ذخیره کردم، توی بخش سینگل کور 926 و توی بخش مولتی کور هم 2233 که میتونید اگه کرنل هم بزنید خیلی این امتیازها رو بالاتر ببرید و قوی ترش کنید. تو حالت دیفالت اینو گرفتم. بخش سینگل کور یور دیوایس 926 ولی میانگین دیوایس شما با مثلا سیستم عامل میو آی 970 هستش امتیازش. توی بخش مولتی کور هم یه مقدار پایین‌تر نسبت به میانگین خود دیوایس. اگه یک کرنل میگم، بازم میگم اگه یک کرنل چیزی بزنید مثل لایف کرنل یا کانگورو یا نوگریویتی خیلی از اینا بالاتر میزنه. میایم عقب. تست بعدی هم به تست آنتوتو بنچمارک هستش که اینجا امتیاز 639000 رو کسب کرده که به نظر خودم عادیه و خوبه نسبت به دیوایس. دماش هم زیاد بالا نرفته، یعنی 33 درجه تا 40 درجه بالا رفته بدون هیچ کمک کننده چیزی و به نظر خودم جالب بود این که بیشتر از 40 درجه دمای باتریمون نرفته. امتیازش قابل قبوله و دمتون گرم که ویدیو رو دیدین. امیدوارم به کارتون اومده باشه. اگه به نظرتون مفید بود، اگه سوال یا پیشنهادی داشتین توی کامنت های توی گپ تلگرام حتما واسم بنویسید. اگه دوست داشتید صحبت کنید با اونجا هستم و چه دیگه هم هستن که کمکتون میکنم و در آخر اگه با من ویدیو مال میکنید خوشحال میشم چنلمو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. فعلا